این حاله اینو نگاه کسایی کردیم در وجود از این فابریکی خون هست یا نیست؟ هست؟ امروز کل دنیای از خاطر خون تکه تکه هست. در چهارراه موتر استاد میکنه که علاوه این خون بدین علاوه فلانی شده. صحیح نه؟ چرا یک فابریکه خون ساخته نمیتونه؟ و امید طفل وقتی که دیمی خردسالی خود است در وجود چند فابریکه هست؟ فابریکه خونسازی داره نداره؟ ها؟ خب یک فابریکه شاوکه چالو میخوری صبح لکس 5 لیتر خون در وجودت هست. رحمت الله هست نیست؟ و این تعود نعمت الله اگر نعمت از این عبادت فکری بکن. سبحان الله او ذاتی که برای من قلب داده و در داخل استخوان خون تولید میشه نمیشه؟ ها؟ خب وقتی که مغز استخوان تو خون تولید میکنه مغز استخوان از این خون تولید میکنه نمیکنه؟ پس فابریکه داره نداره؟ یک فابریکه گوشتسازی هست یا نیست؟ کمکاش که کیک بمبم وارد شده ها؟ فابریکه گوشتسازی داره نداره؟ ها؟ خب هست نیست؟ این دیگه فابریکه، این دیگه نعمت الله هست نیست؟ ها؟ در وجود از این فابریکه استخوان سازی هست یا نیست؟ هست نیست؟ روز به روز استخوانش رشد میکنه نمیکنه؟ این عمل در وجود یک انسان فابریکه ناخن سازی بگو یکی، فابریکه گوشت سازی بگو دیگه، فابریکه استخوان سازی 3، فابریکه موی سازی بروتکای تبر آمدن یعنی این مویایش بر آمدن 3 نه، فابریکه موی سازی 4، این فابریکه زود تولید میکنه مویایش دراز میشه. این فابریکه هر دوش یک جای نزدیک است نیست؟ این چرا طرف؟ این دیگه فابریکه هست نیست؟ پس فابریکه موی سازی هست نیست؟ خب فابریکه چندین چشمه هان چی در عالم است در آدم است، در دارش یک چشمه است یا نیست؟ او دارت شیرین است یا شور؟ اوت که میخوری شیرین مزه میته یا شور؟ سیز نه شیرین است نه شور. که نمک شور میشه، که بوره رحمت خداوند است. اگر شور می بود بوره میخوردی بوره باز دادانت کلچه نمکی وارو مزه میداد. سیز نه؟ اما نه شور است نه شیرین. اما در گوشش چشمه آب تلخ است نیست؟ اگه بینی خدا فش کنه دیام یک نل است یا نیست؟ هست نیست؟ پس هر کدام از چی هستن؟ نل های هستن، چشمه های هستن که در وجود یک انسان خالق متعال او را چی کرده؟ جا به جا کرده. اگر بیایم سهل بکنیم بگیم که اینمی خی ابرو را بر چی پیدا کرده؟ بر نمود؟ هم بر نمود است و هم ناوه هست برای عرقهای بامبش. یگان وقت از سرت عرق می سرت هم قرمه بوی وقتی که تو میای اگر این کلش در چشم بیای چشم چی میشه؟ از بین میره. پس این ناوه هست ایره چی میکنه؟ این طرف میره، این ناوه دیگه ایره چی میکنه؟ این طرف میبره. اگر احیانا کدام قطره آب آمد این موجه ها پس این آب نمیگذاره که در داخل کجا بره؟ در داخل چشم بره. چرا چشم از این در اینجا نبوده که در اینجا میبوده؟ اینجا چرا در این چقوری هست؟ به خاطر ازی که هر کدام وقت سرش تکر کنه و تو نشه که اگر چشمش اینجا باشه تو خود میگی والا اگر چشم اینجا خوبه، اگر روی در یک سر تکر میگی سرت میترکه لکن چند روز بعد خوب میشه. اما اگر چشم در اینجا باشه از بین میره. پس او ذاتی که چشم در اوت یک چقوری برات خلق کرده چرا در داخل چشم چشمه آب شور است؟ به خاطر ازی که آب شور آنتی بیوتیک داره، ضد میکروب است. از این خاطر میکروب هایی که اگه کدام تا در چشم تو میای یا خاک یا گرد یا توسط آب یا کدام عرق این فوراً آنتی بیوتیکی را از بین میبره. او ذاتی که چشم تو را به این شکل خلق کرده، در این چقوری را خلق کرده، بر از این آب 24 ساعته نه امیر ریموت کنترل آب در کجا هست؟ این چشم تو آب 24 ساعت داره نداره؟ چرا آبش نمیریزه؟ این حال اگر در هر قسمت اعضای بدن انسان اگر بینی انسان طرف بالا می بود چی نقص پیدا میکنه؟ مثلا پرخانه بینی طرف آسمان می بود. یک وقت میامدی دان تا رو شد باران بود کل هوا آمد دادن باران نه کل چی میره پایین میره. صحیح؟ این حال سبحان الله. همین کارتنا رو هم که سعی کنید قسمی میماننی عکس گلاس است که یعنی کارتنی قسم نمان
چیکو این قسم بان به خاطر از خب این حاله وقتی که یک مخلوق خداوند دربارش سعی کنین درباره ازی تفکر بکنین این عبادت چی است؟ عبادت فکری هست. اگر دست مثلا قاط میشه نه؟ قاط میشه نمیشه؟ ها؟ اگر دست تیش قاط نمیشد در چی مشکل گرفتار بودی؟ نان خوردن هم تمام روز مادر و برادر میگفتی عزیزم یک لقمه نان مردم دیگه زار یک دفعه قارش میامد ایران قدر صاحب شوله سرخ میگرفت دور چخ میکرد در میگفت اما حالی هست هیچ دقیقه کستی خودت لقمه که میگیری جور میکنی دادان صحیح نه انگشتایت اگر انگشتایت قسمی نمی بود لپتاپ چطور کار میکنی